خانواده و دوران کودکی. دیوید گاگینز در 17 فوریه 1975 در نیویورک، نیوجرسی به دنیا آمد. او در یک خانواده با مشکلات مالی و اجتماعی بزرگ شد. پدرش که یک مرد سختگیر بود به شدت بر روی او و خواهرانش کنترل داشت. مادرش نیز به عنوان یک فرد حمایتگر اما تحت فشار های شدید از سوی پدر نقش مهمی در زندگی او ایفا کرد. دوران کودکی گاگینز با مشکلاتی مانند تبعیض نژادی و آزارهای جسمی و روانی همراه بود که تأثیر عمیقی بر شخصیت او گذاشت. چالش‌ها و شکست‌ها. گاگینز در دوران نوجوانی با چالش‌های زیادی روبرو شد. او دچار اضافه وزن بود و به دلیل مشکلات خانوادگی و اجتماعی احساس عدم اعتماد به نفس می‌کرد. همچنین پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان به مدت چند سال بی هدف و بدون برنامه گذراند. او همچنین در ارتش ایالات متحده به عنوان نیروی ویژه خدمت می‌کرد. اما این مسیر نیز با چالش‌های فراوانی همراه بود، از جمله سختی‌های فیزیکی و روانی. دستاوردها. پس از سالها تلاش و مبارزه با چالش‌ها، گاگینز موفق شد به یکی از مشهورترین ورزشکاران استقامتی تبدیل شود. او در مسابقات مختلفی شرکت کرد و رکوردهای جهانی را شکست داد. همچنین او نویسنده کتاب پرفروش Can't Hurt Me است که داستان زندگیش و درس‌هایی آموخته شده را به تصویر می‌کشد. گاگینز همچنین به عنوان یک سخنران انگیزشی شناخته می‌شود و تجربیاتش را با دیگران به اشتراک می‌گذارد. درس‌ها و نکات. دیوید گاگینز بر این باور است که انسان‌ها می‌توانند با تلاش و پشتکار بر هر چالشی غلبه کنند. او تاکید می‌کند که تغییرات فردی ممکن است. هیچ کس نمی‌تواند شما را متوقف کند مگر خودتان. پشتکار و استقامت. برای رسیدن به اهداف بزرگ باید سخت کار کنید و هرگز تسلیم نشوید. توسعه ذهنیت قوی. ذهنیت مثبت و قوی می‌تواند شما را از شرایط سخت عبور دهد. تأثیر بر جامعه. تجربیات گاگینز الهام بخش بسیاری از افراد بوده است. اون نشان داده که با وجود مشکلات و چالش‌ها می‌توان به موفقیت رسید. سخنرانی‌ها و کتاب‌ها او تأثیر زیادی بر روی جوانان و افرادی که با مشکلات مشابه مواجه هستند داشته و به آنها انگیزه داده تا به دنبال اهداف خود بروند. گاگینز نماد اراده و قدرت انسانی است و پیام او این است که هیچ چیز غیر ممکن نیست اگر شما بخواهید و برای آن تلاش کنید. ممنون از نگاه زیباتون. لطفاً نظرات خودتون رو برای ما به اشتراک بگذارید و این ویدیو را لایک کنید و کانال را سابسکرایب کنید. اون زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای بعدی را از دست ندید.